حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خوش اومدید به چنل خودتون پریفان نیوز. خیلی خوش برگشتید به چنل خودتون. همونجوری که گفت بنده که سینا هستم. منم پریسا هستم. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. قراره بازم بریم به تاجیکستان زیبا و دقایقی رو کیف کنیم، همراه شیم و کلی چیزای جدید ببینیم این بار. به چه لذتی بالاتر از این که بریم ولاگ ببینیم از کشور تاجیکستان. قراره بریم دوشنبه حسابی لذت ببریم در کنار هم. پس تا ثانیه آخر با ما همراه باشید و اگر از ویدیوی ما و ریاکشن ما لذت بردید لایک ویدیو رو بزنید، چنل سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. همه گفتنی‌ها رو که گفتیم و بریم سریع سراغ این دقایق قشنگ. این دوست عزیزمون الان روز سومیه که در دوشنبه است. در تاجیکستانن. مستقیم رفتن دوشنبه. بله. سلام بچه ها، امیدوارم خوب باشید. امروز قسمت دوم از ولاگ‌های تاجیکستان رو می‌بینیم با هم. امروز دعوت شدیم به افتتاحیه فستیوال نوروزی کشور تاجیکستان. افتتاحیه فستیوال نوروزیشون با حضور مقامات در یکی از سالن‌های همون هتلی که ما اقامت داشتیم برگزار شده بود. چه خوش شانس بودی که تو اون هتل اقامت داشتی. در این لحظه‌های فرح بخش با کمال احترام فرارسی جشن نوروز میان طبیعت و انسان به شما می‌آمد. به صفت ایام پاکی و صفا، محبت و دوستی، دوستان عزیز، فورم چهارم بین‌المللی این بروشور جالب هم طراحی کرده بودن و برنامه‌های نوروزی هر روز رو مشخص کردن که کجاهای شهر برگزار میشه. این نوروز از دیگر جشنواره‌ها و عیدها فرق می‌کند همین است که هم با هم آورنده است. ملت‌ها، مردمان، فرهنگ‌ها را به هم می‌آورد، سرجمع می‌کنند. فقط از دوستی سخن می‌رود، فقط از مهر سخن می‌رود. شیر و شراب و شکر ایران، شمع و شمداد و شایع گسترده آمده نوروز رو انتظاری می‌کنند. پیشوای ملت یک تأکید بسیار عجیب کردن که نوروز فقط همین رقص و بازی و دایره زنی نیست. این علم است، تحلیل است، دانش است، تمدن است. با تلاش‌های همه‌جانبه پیشوای ملت از 30 سپتامبر منظور از پیشوای ملت همون رئیس جمهورشون امام علی رحمانه. یادگاری غیر مادی فرهنگ بشریت داخل کرده شد و 19 فوریه سال 2010 با ارتباطات جدید در کنار هم شادی می‌کنیم و از لحظات زیبای زندگی لذت خواهیم برد. از توجه شما سپاسگزارم. هر روزتان نوروز مبارک. تا حالا اینجوری به نوروز نگاه کرده بودی؟ ببین این که اینجوری براش پاسداشت گرفته بشه، خب شاید توی 50 سال اخیر توی ایران تقریبا کنسل بوده. اولا که نبوده، بعدش هم که سالها جنگ داشته ایران و یکی از اون تمدنایی که نوروز توش خیلی مهم بوده ایران بوده، در کنار تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، کلی کشورهایی هستن دیگه. الان ترکیه و آذربایجان و ارمنستان هم قراره از سال آینده حتی تعطیل کنن توی تقویمشون یا پاسداشت بگیرن براش، چون خیلی مهمه، یعنی سرآغاز نو شدنه. ولی این توجه خاص و ویژه خیلی خوشاینده، خیلی حس خوب میده. تاجیکستان رو به یه قطب تبدیل میکنه برای نوروز. بعد از برنامه از تلویزیون ملی دوشنبه از من خواستن یه مصاحبه کوتاهی در مورد کلاً تجربه‌ام از شهر دوشنبه و برنامه‌های نوروزی که برگزار میشه باشون داشته باشم. از تهران ایران اومدم، بار اولی که تاجیکستان میام. خیلی در مورد فرهنگ و آداب و رسوم نوروز در تاجیکستان شنیده بودم و بسیار مشتاق بودم که حضور پیدا کنم در این فستیوال نوروزی. الان هم در افتتاحیه فستیوال نوروزی در شهر دوشنبه بودیم. بسیار لذت بردیم از پیشینه و تاریخ این فرهنگ نوروز با مستندات برای ما توضیح داده شد و بسیار خرسندیم که همه جهانیان از این جشن باستانی ارزشمند آگاهی پیدا کنند و در این فستیوال حضور پیدا کنند. بیشتر توجه میکنن به نوروز و مردم بیشتر شرکت میکنن در جشن‌های نوروزی، در خیابون‌ها، پارک‌ها و خیلی خوشحال‌تر، سرزنده‌تر، بیشتر دولت و شهر توجه میکنه. المان‌های نوروزی بیشتر دیده میشه در نقاط مختلف شهر. جناب آقای امام علی رحمان که بسیار
سرمایه‌گذاری کردن تو بحث جشن‌های نوروزی. ما در ایران هم این جشن‌ها رو داریم ولی نه به این صورت. بسیار زیبا اینجا اجرا میشه و از خیلی وقت پیش باز ما آرزو داشتیم بیایم در تاجیکستان و در این جشن‌های شما شرکت کنیم و من فکر می‌کنم تاجیکستان اگر سرمایه‌گذاری بکنه رو بحث جشن‌های نوروزی، بحث قطب شدنش داره روند رو طی می‌کنه، چیزی کمتر از چای نفت و معدن طلا نیست. آفرین. مناسبت‌های ویژه و اصیل نوروزی رو اینجا آدم می‌تونه. اینها لباسای محلیشونه به اسم چکن. خوش رنگ و لعاب و مثل همیشه کارهای دست و پسری چیزا میشناسه اینجا هم تو لابی هتلمون یه خانم و آقای محسنی رو دیدیم که از آمریکا اومده بودن به ازبکستان و از ازبکستان اومده بودن تاجیکستان و در مورد دلتنگیشون از ایران میگفتن و اینکه سالهاست به ایران سفری نداشتن. چه حیف. ولی ما همیشه بچه که بودیم سالی 2-3 بار رامسر رو میرفتیم و این جاده چالوس و اینا واقعا اون چیزی که خیلی ما یه ما میریم انگلستان یه جایی میریم دلمون تنگ میشه میدونیم میاد. خدا هیچ جای دنیا فرانسه رو بگیرید، شریلانکا، هند، آلمان، هر جا که برید اون جاده چالوس خودمون نمیشه. رامسر خودمون شما خاطرات قدیمی. متاسفانه حالا این یه چیزیه که ما خیلی درکش میکنیم. خیلی افراد توی ایران سالها به خاطر مشکلات مختلفی که توی ایران باهاش داشتن مجبور به مهاجرت شدن و مجبورن برنگردن و اینام از اون دستن. این سن و سال ولی هنوز ته دلش به اون جاده شمال ایران و جاده چالوسه. همه جای جهانو گشته. زنده میشه. به همه جوونا که خیلی دوست دارن برن هی فرار کنن میگیم بابا جان بریم بگردیم، دلتنگی رو نخریم به جونتون، باشین کنار عزیزانتون باشین که حالا انشالله دیگه الان همه چی اوکی شد میتونین بیان انشالله که باشه ادامه پیدا کنه دیگه اوکی شد. ما پرابلمی به اون صورت نداریم، یعنی کسی که چسبنگ اونجاست هیچ پرابلمی نداریم. فامیلی دوست زیاد ولی فامیلی همین هست. ولی بعدش هم حرکت کردیم سمت یه رستوران تا آشپولو، یکی از غذای معروف تاجیکی رو امتحان کنیم. دوباره KFC خوشمزه در دوشنبه. خوشی پالوی تاجیکی است. از برنج و هویج آماده می شود با گوشت گاو. این غذا رو وقتی که مهمان به تاجیکستان میآید اولین غذایی که ما با اون میتیم همین است، یعنی که آش پالو. وقتی که ما با مهمان آش پالو تقدیم میکنیم این معنای اون رو داره که ما این مهمان رو به حد دوست میداریم، قدر میکنیم. از ما شما رو دوست میداریم. تشکر زیاد که با تاجیکستان اومدید، در جشن نوروز در اینجا قرار دارید و برای شما آش پالوی با لذت آماده است. و بعد رفتیم سمت موزه ملی تاجیکستان که اونجا 3 یا 4 طبقه بود و یه دختر خانم خیلی با حوصله به اسم منیژه تمام اونجا رو بهمون توضیح داد که در ادامه بخشایش رو براتون آوردم و میتونید ببینید. شاه اسماعیل سامانی. سفره 7 سین رو ببین چه با سلیقه، چه با المان‌هایی از خود فرهنگ تاجیکستان. سنتی های مثلا میواره چیزای سنتی تو این کشور. دومین قله بعد از هیمالای اورست این خواهره که اون که دیده بودیمش. بعد هم در این منطقه نمونه پرنده ها زندگی میکنند و این پرنده نام دارد عقاب گشتو. این عقاب 40-45 سال عمر میبیند. هنگام پرواز بالهاش به 3 متر دوازه میرسد و قورباغه همون قورباغه ولی بهبوک شما میگیم بزن، ما میگیم غوک قورباغه مشغول کار بودن و وقتی شما هجوم میکنن و میخواستن برنامه‌سی زن رو دست بگیرن. در نتیجه چند تا زن شروع میکنن و دعا کردن تا خداوند آنها رو به سن تبدیل دهد و برنامه‌سی آنها دسترسی پیدا کنند. در همین منطقه چند تا زن و مثل چهره زن چه افسانه‌ای پشتش بوده. بله قسمت جنوبی تاجیکستان هست، ولی از جهت علمی عالمان میگویند که در نتیجه ریزش باد همین چند تا سنگ به وجود آمده. منظور زیستی پرنده
آبی که منظور محله پرنده آبی قبر ملکه بازی میکنن و این آبی جواهرالاتی که پریسا میتونه عاشقشون باشه. آن نیز در پنجکن هست، جایی که این شهرک پیدا شده است. همین بودن رسم بود که اگر که زن بود از کتف چپی آن در حالت نیم قد و اگر که مرد بود از کتف راست آن در حالت نیم قد، یعنی جنینی به خواب میسپرده. این که کپی همون جسد ملکه هست، اصلی آن در پنجکن هست. چقدر جالب که مثلا تو تاریخ مدل خاکسپاری فرق داشته. مثلا توی دوره حالا 5000 سال پیش، 6000 سال پیش اینجوری بوده که اینجوری خمیده بعد شخصو میخوابوندن، برعکس الان که حالا صاف هست. بعد این اصل اینی خیلی باحاله، مثل خوابیدن منه. از یک آقا هست این آقایی بوده. این واقعی اصله و همراه جسد نمونه زیادی مورها و چنین سنگ عمودی گذاشته شده است و قد همین جسد، یعنی بلندی جسد 1.95 متر را در بر میگیرد. همراه جسد نمونه سنگ هست. این سنگ را میگویند سنگ عمودی سلطنت. به خاطر چه سلطنت؟ به خاطر که در آن زمان همان کسی که در دست سنگ داشت، همین گونه سنگ، او قد خدای شهر یا حاکم یگان قسمت یگان شهر پایتخت آن نیز ملکه رو چرا نشون نمی‌دهد؟ سبز اشاره شده است. این دولت به 20 ساتراپ یا استان تقسیم شد و اساسگذار این دولت هم شد کوروش بزرگ به حساب می‌آید. به خاطر اینکه بزرگ می‌گویند، به خاطر آنکه او اولین اعلامیه یعنی منشور حقوق انسان رو نوشته است. در منشورش هم اونجا درست کردن. من کوروش کبیر پسر کموجه شاه شاهان، خداوند به من لطف کرده است که این عنوان رو داده است و من به تمام مردم کشور خود آزادی میبخشم کدام دینی رو که بخواهم پرستش کنند، آزادی سخن، آزادی دین و خانه های آنها رو از نو با سازنده قدیم تصویرهای رستم و سهراب، ضحاک، زال، سیمرغ، گرد فرید و نمونه دیگر قهرمان های داستان شاهنامه بازیافت گردیده است. یعنی تمام حدود با نقاشی ها تصویر یافته بودند. کلا موزه‌گردی عالمی داره. من خودم از بچگی خیلی دوست داشتم. یعنی به هر شهری که میرفتیم توی همون ایران دوست داشتم حتما موزه رو بریم، به خصوص که اینقدر تمرکز بشه روی تمدن. پنجکن قدیم با نام پومپئی شرقی مشهور است. به خاطر اینکه پومپئی شرقی میگن به خاطر اینکه پنجکن قدیم از طرف اعراب سوزانیده شده است، مثل اونی که توریوم. متاسفانه این جوایز متعلق رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانه. یه چیز جالب اینه که بچه‌ها اینجا از کلاس 4 تا 7 خط الفبای فارسی رو یاد میگیرن، ولی اسم این درس الفبا و خطوط نیاکانه و خط الرسم اصلی اینجا به روسی هست با اینکه فارسی صحبت میکنن. از طرف هنرمندان سغد تاجیکستان هست، یعنی استان سغد به رئیس جمهور و افتخار 25 سالگی استقلال تاجیکستان. همیه بعدی هم از طرف اساسگذار ادبیات فارس به حساب می‌آید و خود رودکی در آوان خودی قرآن را حفظ می‌کند. در آوان خودی نیز شروع می‌کند به نوشتن شعر و شاعری و آوازه شاعری به گوش وزیر دولت سامانیا با نام ابوالفضل بلعمی می‌رسد. می‌گوید که تا جهان از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمان بی خط اندر هر زمان گیر کردند و گرامی داشتند، تا وسط اندر همه بنگاشتند. دانشم در دل چراغی روشن است و سماوت بر تن تو جوشن است. بعدی هم ابوالقاسم فیردوسی است. ابوالقاسم فیردوسی در مشهد به دنیا می‌آید. هست که زیاد بیت شاعر، دو تا از اون شاعرانی که به زبان فارسی خیلی رسیدگی کردن، در بحبوحه‌ای که عربی داشته غالب می‌شده به این منطقه، خیلی خدمات بزرگی داده دیگه. رئیس جمهور به او 75,000 سامانی شاه جایزه میدهد. اونم سالی بعد جنبست شاه جایزه هست که خود رئیس جمهور به اون شخص هدیه میده. کناری آب رکناباد و گلدشت مسلا، من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زره خوار. فیغان که لولیانی شوخ شیرینکار شهرآشوب چنان می‌درسم از دل که توکان چه هیجانی داره موقع خوندن شعر. اگر فرمایی و اگر نفای دعا گویم جوابی تف مهزبت لغم سه وای از زیبایی جهانی نوروز در یونسکو. از همه آخر من تمام کردم رئیس جمهور ول نمی‌کنه آقا برم. منم که همه در اون مختم شد باید چی؟ با این کفش با این گوشی کنه رفتم.
هیچ چیز هم نشد گرفته. مردم همزبانی تاجیکستان چه فارسی خوبه. صحبت میکنن اما فارسی نمی‌نویسن و خط و رسمشون به صورت روسیه و یه درسی دارن که کلاس 4 تا 7 بهشون آموزش داده میشه خط فارسی به اسم خطوط و الفبای نیاکان. بعدش هم نیاکان خیلی قشنگه. خیلی درس مثلا امروز چی دارید درس؟ نیاکان. نیاکان. بعدش هم حرکت کردیم سمت سوپرمارکت که مارکت های اونجا رو هم با هم ببینیم. آره جالبه. اینو دوست دارم. پارک جوانان دوشنبه. خیلی آرومه نیست؟ خیلی تمیز. آره با آرامش و خیلی اینجا قیمت‌ها رو باید ضبط در کنید. الحمدلله نارنگی دارن. 160 نارنگی یافان کوچولوه. تو قفسه پنیراشون پنیر بیلی رو دیدیم از کاله. اینجا میشه به 110 سامانی. چقدر تو ایران دارید قیمت محصولات کالم که به این دوتایی 100 شاید گرون نیست. یعنی 10 سامانی میشه 100,000 تومان ایران اینجوری که داره میگه. اینا واه 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 چه شکلاتایی. خونش میلیون ای خدا. گرونه؟ آره دیگه. خوبم خرید کردین ماشاءالله. خوش خوراک. آناناس خریدی؟ چرا؟ بریم و تا قسمت بعد خدا نگهدارمون. خیلی قشنگ بود. کاش بیشتر بود این قسمت آره، خرید و بازار. فکر کنم توی خرید و ولاگای بعدی بازار باشه. خیلی حال میده ولی این قسمت نوروزی و موزا اینها خیلی حال. چه چیزایی یاد گرفتیم. آفرین. شما همیشه سوال بود برامون که چرا فارسی حرف میزنید، یعنی هیچ چون توی سطح شهرم ما الفبای فارسی نمیبینیم، یعنی اون یه مغازه بود اسمش فارسی نوشته بود، ما مثلا سورپرایز شده بودیم. قشنگه در کل تاجیکستان گردی استحال خوبی داره، حتی اگر بارها و بارها ببینیم توسط جهانگردای مختلف که حالا توسط توریستای ایرانی که بیشترشون نوروز و میگیم بازم فکر میکنم نوروز بعدی خیلی خبرایی باشه تاجیکستان. من یادمه تیک تاک که میرفتیم با زاکر جان و امین جان، زاکر جان خیلی میگفت که حتما نوروز اگر میتونید بیاید که نوروز اینجا خیلی خوش میگذره تاجیکستان. حتما که قسمت ما میشه و میایم و دوره هم کلی بهمون خوش میگذره. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. قربون شکل ماهتون بشم، باش به کلاتون تا این ویدیوی باحال دیگه. خدا نگهدار.